سلام، این دومین قسمت از پلیلیست صفر تا حرکته. توی این قسمت میپردازیم به مبحث تایمینگ، اسپیسینگ و با گراف ادیتور و موشن پد آشنا میشیم. اول از همه مفهوم تایمینگ. تایمینگ به بازه زمانی که طول میکشه حرکت اتفاق بیفته میگن تایمینگ. مثلا از نقطه A تا نقطه B چند فریم طول میکشه. این میشه تایمینگ. به همین راحتی. اما باهاش خیلی کارهای متفاوتی میشه انجام داد. فکر کنید شما یه آبجکت یا یه کاراکتر رو میخواید انیمیت کنید. اول شما به عنوان انیماتور موظفی اون رو جوری انیمیت بکنی که مخاطبت اون حس رو و اون وزن رو درک بکنه. مثلا یه آبجکت رو میخوای انیمیت کنی، یه توپ بولینگه که میخواد از ارتفاع بیفته. نمیری کنارش بنویسی این یه توپ بولینگ در حال سقوط هست. میای با استفاده از تایمینگ فریم های کم و سرعت زیاد مسافت زیادی رو طی میکنه، میخوره به زمین، مخاطب درک میکنه که آها این وزنش سنگینه، میتونه توپ بولینگ باشه. یا مثلا فکر کن یه کاراکتر داری خوابیده، خوابش سنگینه، میخوای مودش رو نشون بدی که به سختی میخواد از خواب بلند بشه. دوستش صداش میزنه، اون با آرومی و با آهستگی چشماشو باز میکنه، به زور چشماشو باز میکنه، سرشو برمیگردونه که ببینه دوستش مثلا چی میگه. حالا برعکس فکر کن همون حالت، همون پوزیشن دقیقاً یه صدای مهیبی کنارش میاد، توی 0 فریم یهو بلند میشه و اون طرف رو نگاه میکنه. با جابجا کردن پوزا، همون پوزه، با جابجا کردن تایمینگ شما تونستی مود کاراکترت رو از یه مود خواب‌آلود و خسته و خموده تبدیل بکنی به یه مود کنجکاو شاد که میخواد ببینه ها اینجا چه اتفاقی داره میفته. خب این میشه تایمینگ. اسپیسینگ میشه میزان تغییر فاصله که در هر فریم اتفاق میفته. یه مثالش من اون داستان خرگوشه و لاک پشته رو میتونم بهتون بگم که زمانی که مسابقه شروع میشه، لاک پشته شروع میکنه به حرکت و میزان تغییر فاصله‌ای که تو هر قدم داره با قدم قبلیش یکسانه. پس در نتیجه به واسطه این میزان تغییر فاصله‌ای که داره یک حرکت یک نواخت و خطی رو تا انتهای مسابقه داره. اما خرگوشه این شکلیه که خب من میدونم میرم اینو میگیرمش، چه عجله‌ای وجود داره. اول کار رو میاد آروم حرکت میکنه، بازیگوشی میکنه، یهویی به خودش میاد ای دل غافل، داره عقب میفته و اون لاک پشت داره از خط میگذره، سریع شروع میکنه حرکت کردن و توی فریم ها، توی هر فریم نسبت به فریم بعدی میزان تغییر فاصلش بیشتر میشه. به این ترتیب این مفهوم تایمینگ اسپیسینگ شد. حالا بریم توی نرم افزار با گراف ادیتور و موشن پد آشنا بشیم. خب توی نرم افزار ما اینجا با تایملاین آشنا شدیم. توی تایملاین فرق تایملاین با موشن گراف ادیتور این شکلی هست که توی تایملاین ما فقط کلیدها رو می‌بینیم، توی گراف ادیتور نحوه حرکت بین کلیدها رو هم متوجه میشیم. خب من اول اینجا توی تایملاین بازه تایملاینم رو ببندم، میذارمش از فریم 0 تا فریم 30، اینتر، زوم میکنم که اون قسمتی رو که میخوام ببینم. اینم میرم توی نمای سایت، دکمه 1 رو میزنم روی نامپد. خب داشتیم میگفتیم توی تایملاین ما فقط کلیدها رو میبینیم. به فرض مثال من اینجا یه دونه آی میزنم، میرم توی فریم 30 در راستای محور x g x حرکت میکنم و مجددا آی میزنم. من همونجور که قبلا گفته بودم این آتوکی رو روشن میکنم که دیگه هی هر بار نخوام آی رو بزنم. هر تغییری که ایجاد بکنم خود نرم افزار واسه من کلید رو ایجاد بکنه. خب اینجا پلی که بکنیم ما بین دوتا کلید رو داریم. حالا بریم توی گراف ادیتور. برای تغییر ادیتور به هر کدوم از اینا میگن ادیتور و هر کدوم از این محیط ها میگن ادیتور. ما کنار هر ادیتوری یه آیتم کوچیک داریم که اسمش ادیتور تایپه. میتونیم از این منو ادیتورهای مختلف رو انتخاب بکنیم
بنابر نیازمون ازشون استفاده بکنیم. اگر هم بخوایم که یک ادیتور جدید اضافه بکنیم، گوشه هر کدوم از ادیتورها بریم، موسمون به شکل به علاوه در میاد. میتونیم کلیک کنیم، درگ کنیم به سمت چپ و راست یا بالا و پایین، از اون سمت ادیتوری رو که مد نظرمون هست رو انتخاب کنیم. من اسکیپ رو میزنم که رها بکنه، چون نیاز ندارم اینجا الان یه محیط دیگه اضافه بکنم. خب من اینجا توی تایملاین میخوام برم توی گراف ادیتور. میتونم اینجا بیام از ادیتور تایپ روش کلیک کنم، برم توی گراف ادیتور، یا اینکه تایملاین و گراف ادیتور بینشون شورتکات کار میکنه، کنترل تب بینشون سویچ میکنه. زمانی که توی تایملاین باشم یا گراف ادیتور باشم، کنترل تب رو که بزنم بین این دوتا سویچ میکنه. خب بیایم از همین گوشه سمت چپ شروع بکنیم. اینجا چنل باکس هست. ما همه پارامترهایی رو که کلید خوردن رو اینجا میتونیم ببینیم. به عنوان مثال این آبجکت هم که انتخابه، اسمش رو نوشته، زیر مجموعش کیوب اکشن. هر انیمیتی که ما ایجاد میکنیم رو یک اکشن در نظر میگیره، یک مجموعه اکشن که زیر مجموعه اون چنل ها و پارامترها رو داریم. خب زیر مجموعه کیوب اکشن آبجکت رو داریم که باز زیر مجموعه اون چنل ها رو داریم، لوکیشن، روتیشن و اسکیل، که حالا ما اینجا آبجکتمون رو توی محور X تکون دادیم و فقط توی محور X محورش تغییر کرده. بقیهشون کلید داره اما کلید ابتدا و انتهاشون با هم یکسان است. من بقیهشون رو خاموش میکنم چون فقط این چنل X رو لازم داریم. خب بعد از این چنل باکس میایم اینجا خود محیط گراف ادیتور هست که نمودارها رو به ما نشون میده، نمودارهای حرکتی رو نشون میده. گفتم هر کدوم که کلید خورده باشه. هر نموداری رو که انتخاب بکنیم روی کلیدها 2 تا هندل داره. ما با این هندل ها میتونیم زاویه بردارمون رو تغییر بدیم. با تغییر زاویه بردار ما میتونیم سرعت و نحوه حرکت رو تغییر بدیم. حالا قبل از اینکه به این هندل ها دست بزنم، خود گراف ادیتور 3 حالت داره که میتونیم بین کلیدها جابجا بشیم. به اصطلاح بهش میگن اینترپولیشن. یه A میزنم روی کیبورد، شورتکات تی رو میتونم بزنم یا راست کلیک بکنم از اون منوی اینترپولیشن مود رو انتخاب بکنم. 3 حالت مختلف داره: کانستنت، لینیر و بیزیر. خب کلیدمون رو انتخاب میکنیم، 2 تا کلیدمون رو انتخاب میکنیم. میخوام ببینم هر 3 حالتش به چه صورت است. قبل از اون یه بار پلیش بکنیم ببینیم که به چه نحوی داره حرکت میکنه. مجدد اسپیس رو میزنم. خب از شورتکات تی استفاده میکنم. این دفعه میذارمش روی کانستنت. کانستنت همونجوری که میبینید یک نمودار پله‌ای برای من ایجاد کرده. یعنی داره میگه من فقط توی همون فریمایی که کلید خوردم تغییر رو نشون میدم. اینجا توی فریم 0 کلید خورده، سر جاش وای میسته تا کلید بعدی پله‌ای هست. عذرخواهی میکنم. خب این از کانستنت. دوباره کلیدامو درگ میکنم، انتخاب میکنم، شورتکات تی، لینیر، به صورت خطی داره جابجا میشه. این مثل همون لاک پشته هست که در هر قدمی اسپیسینگش با قدم قبلی و قدم بعدی یکسان است. به صورت یک نواخت این فاصله رو با یک سرعت یک نواخت طی میکنه. نگه میدارم، میرم اول تایملاین، تی رو میزنم، این بار بیزیر. بیزیر 2 تا هندل هم به ما میده. خب خود بیزیر به این صورته که من صافش بکنم، اول درستش بکنم، به این صورته که حرکتش به یک آهستگی، به اصطلاح انگلیسیش ایز اوت شروع میشه، شتاب میگیره و در انتهای حرکت که میخواد به انتهای مسیر برسه با یک ایز این تموم میشه. پس شد با یه ایز اوت شروع میشه، به آهستگی حرکت شروع میشه، شتاب میگیره و با یک ایز این تموم میشه.
حالا ما با این میتونیم حرکت‌های مختلف رو ایجاد کنیم. من اینجا میام آبجکت اضافی رو پاک میکنم، از همین کیوبم داپلیکیت میگیرم، شیفت و دی در راستای محور Z میخوام جابجاش کنم، جی Z مجددا اینو انتخاب میکنم، یه دونه شیفت و دی میکنم، ازش داپلیکیت میگیره، راست کلیک رو میزنم برمیگرده سر جاش، جی Z و اون رو مقدار میبرم بالا. خب من کلید این دوتا رو پاک بکنم، بذارید کلید ستاشو پاک میکنم، ستاشون رو با هم کلید میزنم، ستاش رو انتخاب میکنم، آی رو میزنم، میرم انتهای تایملاین، چطور شد؟ مجددا انتخابشون میکنم، همه رو پاک میکنم، A delete. آها متوجه شدم، من اینجا پارامترهای دیگر رو خاموش کرده بودم، به همین دلیل زمانی که A و delete میزدم همه کلیدا پاک نمیشد. میام یه بار میتونم A رو بزنم، Alt و H، همشون روشن میشن. خب مجدد اینجا A رو میزنم، هر سه تا آبجکت هم رو انتخاب بکنم، توی گراف ادیتورم A رو میزنم و دیلیت رو میزنم، همه کلیدایی که وجود داشته رو برای من پاک میکنه. خب انتخابشون میکنم، I میرم انتهای تایملاین، GX و خودش چون آتوکی روشن هست برای من جابجا میشه. خب بیایم از این هندلا استفاده بکنیم، تایمینگ ها یکیه، اسپیسینگ های متفاوتی رو انجام بدیم. گفتم اینجا سرچ داریم، خیلی پارامترهای زیادی هست، من فقط با محور X کار دارم، میام اینجا سرچ میکنم X لوکیشن، الان فقط داره X ها رو به من نشون میده. خب به ترتیب میام انتخابشون میکنم، محور Xش رو انتخاب میکنم، میام از این هندل استفاده میکنم، درگش میکنم، انتخابش میکنم، درگش میکنم، میگم که خب اینجا شما در ابتدا هرچی حرکت محور نسبت به خط افق موازی تر باشه حرکت آروم تره، کندتره، ایز اوت بیشتری داره. هرچی حرکت شیبش تندتر باشه نسبت به افق سرعتش بیشتره. خب پس به این صورت داره میشه که داره با یه ایز اوت زیادی حرکتش رو شروع میکنه و یک باره شتاب میگیره. این الان مثل اون خرگوش است تقریبا، حتی بیشترش اگه بخوایم بکنیم به این ترتیب که اوایل حرکت هیچ حرکتی از خودش، اوایل زمان هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده و یهویی میاد حرکت رو انجام میده. دومی رو انتخاب میکنیم، میگیم مثل لاک پشته باشه، حرکتش به صورت یک نواخت خطی باشه، میتونم دوتا هندل رو بگیرم و این کار بکنم، یعنی که کنترل Z میزنم، الان که رو حالت بیزیر هست T لینیر به صورت خطی. سومی رو میام برعکس میکنم، میگم اول حرکت، خب اینجا جفتش انتخاب بود، من فقط این پایینی رو میخوام، میگم اول حرکت شیبش تند باشه پس سرعتش زیاده، انتهای حرکت شیبش آروم باشه، ایز اینش بیشتر باشه. خب یه خورده دوتا رو با هم تغییر بدم، میخوام با یه ایز این بیشتری خب حالا زمانی که پلی بکنم دقیقا توی فریم C هر ستاشون با هم میرسن به انتهای مسیر، اما نحوه حرکتشون با هم متفاوته. کیوب وسطی داره یک نواخت از ابتدا تا انتهای مسیر رو طی میکنه، کیوب پایینی ابتدا با یک ایز اوت زیادی شروع میکنه و یک باره شتاب میگیره و کیوب بالایی کاملا برعکس، با شتاب شروع میشه، هیچ ایز اوتی نداره و در انتها یک ایز این داره که به آخر مسیر برسه. خب اینم از گراف ادیتور تا اینجای کار.
حالا بریم یه ابزار دیگه باحال داره به اسم موشن پد. موشن پد میاد مسیر حرکتی رو برای ما نشون میده. به این ترتیب فعال میشه که خب اینجا که ما آبجکت داریم، آبجکتمون رو که انتخاب بکنیم، میرم توی تب آبجکت، توی منوی پراپرتیز، تب آبجکت، خودش گزینه موشن پد داره. تنظیمات موشن پد هست رو همون دیفالتش که این رنج هست، یعنی داره میگه توی این رنجی که مشخص کردیم واسه همون فعالش بکن. گزینه کلکولیت رو میزنم، این رنج دوباره میگه مطمئن اینا کلکولیت، واسه همون مشخصش کرد. خب بذارید که همش توی تصویر باشه. ببینید این داره توی هر فریم نشون میده به ما اسپیسینگ رو داره نشون میده. داره میگه توی فاصله گذاری میزان تغییر فاصله تو هر فریم چقدره. من فریم به فریم با به اصطلاح فلش سمت راست میرم جلو. خب ببینید اولش که ایز اوت داره، ببینید حرکت ها چقدر به هم نزدیکه و این نقطه های سیاه میزان تغییر فاصله هستن. یعنی ببینید الان اینجا مشهود تره. خب به همین ترتیب و در نهایت می‌بینیم که شتاب گرفته و 2 فریم 3 فریم آخر رو داره میزان فاصله گذاریش بیشتر میشه. من قلمم رو فعال میکنم، میزان فاصله گذاری این از اینجا تا اینجاست، توی این فریم بیشتر، توی این 2 فریم بیشتر شده و توی فریم بعدی همینطور بیشتر. یعنی اینجا داره شتاب میگیره، اینجا حرکت آرومه و به همین ترتیب داره شتاب میگیره. خب میرم کیوب بعدی باسش موشن پدش رو فعال میکنم. این میبینیم تمام نقطه ها به صورت یکسان. میرم اول تایملاین، خب ابزارم رو فعال میکنم بهتر ببینیم. تمام نقطه ها به صورت یک نواخت با هم فاصله دارن. برای کیوب سوم کلکولیت و این دقیقاً برعکس، فریم 0 تا 1، 1 تا 2 به همین ترتیب. اول شتاب بیشتر داره، بعد داره شتاب کمتر میشه، میزان فاصله گذاری داره کمتر میشه، حرکت ها دارن به هم نزدیکتر میشن، در نتیجه حرکت آروم میشه. هرچی حرکت ها توی فریم ها به هم نزدیکتر بشن، حرکتمون آرومتر میشه. خب اینم از این. ما توی این 2 تا درس داشتیم راجع به یه خورده مفاهیم و پایه صحبت میکردیم. از درس بعدی میریم سراغ بانسینگ بال و دیگه بیشتر انیمیت میکنیم. اگر توضیحی باشه همراه انیمیت کردنمون اونا رو خدمتتون میگم. اگه دوست دارید اینا رو بدونید کانال منو سابسکرایب کنید، همراهمون باشید. خسته نباشید. خدا قوت.